هجری؟ ساز شد بین توبه استغفر خدای مرا ببخش. هجری نمردم زنده هستم؟ وزنی نه؟ نه سابو خوب یک دو چیزی دیگر باید گیریم. میشه هجری؟ استاد سلام زهرو؟ استاد من یک سوال دارم. جایز است هجری جایز است. استاد وای حاجت به سوال دادن نیست پسرم. جایز است فهمیدم. چی را فهمیده استاد؟ هیچ چیز لازم نیست. من فهمیدم جایز است. خیر هجری خیر. استاد خطا نفهمید. روز بخیر هجری روز بخیر. آتیه موسیچه بیگناه باز ناز میکنی ها؟ چه علاقه دارد زهرو؟ ما با هجری در لیفت بیخبر همراه شدیم. سنم جان لیفت برای با دوستاش تنها ماندن بهترین جا است. بله سفسطه نگو زهرو. مرا با یک مؤذن لایق میدونی یعنی؟ میبخشی و چی میشه بعد اگر مؤذن باشه؟ غیر از این مؤذن حقیقی است. من هم در یک زمانی به مولای عاشق شده بودم اما ساخته برآمد. ساخته گفتی؟ ولی هجری حقیقی است. خانم سنم حقیقی است. یعنی آنقدر حقیقی است که باورتان نمیاد. بسیار حقیقی است. خوب است بهترین. اما یعنی در کوچه موندم اگر در این دنیا تنها اوست جانم. خدا نگاه دارد بنصیبم کند از او. به خدا سنم جان به فکر من مثل اونی که هجری پروای تو رو ندارد. چی گفتم میخوای تو زهرو؟ هیچ چیز گفتن نمیخواهم سنم جان. من تنها چیزی دیدم رو گفته استم. 98 99 100 101 102 کمالیسیا جزا تمام شد. منتظری چه هستی؟ رواخر برادر. دوستان را پر کنم. میرم 109 110 111 112 113 156 157 158 159 حالا هم اینجا هستی. نرفتی؟ جواب شدی برادر. رواخر 300 را پر کنم میرم. 158 159 160 161 192 193 194 195 شمالیسیا برادر رواخر. جواب شدی آخر. حجره محبت دولت را بیهوده بند کرده ای. برآمد رواخر 497 498 499 500 اما بسیاری بد گپ زدی. در جایی که مرا نمیخواند نمیستم. خوش آمده یکی کامون. مبارک شو که کامون. ای رحمت بچه ها. پدرم در کجا است؟ چرا به نزد من اومد؟ نپرسه که پدرت کمی مشکلی دارد. باز چه خیلی مشکلی؟ چی شد پدرم را؟ دودرم کنی زود گپ زن. آقا پدرتان دیوانه شده است. چی شد؟ مجذوب دیوانه. در محاله دیوانه هست کو. آنا همون خیلی دیوانه. لعنتی ها شما چه خیلی پدر مرا دیوارگر میگوید ها؟ دیوارگر نه که دیوانه. چه خیلی دیوانه؟ دیوانه پرانه و مثل بابای شیرین ها؟ حاضر من همه شما را زدم مایده کرده حولای شیرین کنم چی؟ مشهد! هر کسی نسبتی پدر من به احترامی کند مردانی او را به خنجر میبرم.
سمی جان آنها رو چخل خانه‌دار میکنیم آخه غضب زورو کمی پایان رود دیگرش آسان است مادر جان. یه مرا مادر جان نگوی من مادری تو نیستم ولی برای مادرگویی معقول است. دستت چی خیل شد سمی جون؟ میلیس جانم البته که سخت درد میکند اما وقتی که تو رو بینم دردهایم فراموش میشوند. بیا از دختر چه خبری هست؟ کوفتوکوب داریم جناب. برای پیدا کردن کم موند. زودتر باشید. آن دختر را یابید. حتما میابید. داغان سلاحی که کالتاکیلاس رو به محبس میبرد در خانهش گذاشتید؟ گذاشتیم جناب. خوب حاضر به کالتاکیلاس و اونال زنگ زده گویید که وظیفه هایشان تمام شد. جناب اگر به کالتاکیلاس زنگ زده گوییم که وظیفه تمام شد از این شبهه نمیکنند. اگر او را آزاد نکنیم بعداً به ما درد سر می شود. فقط در سرش یگانه خوشبختی که می خواهد بران را از بین بردن است. اگر داند که بران مرده است شبهه می کند. این ریسک را نمی کنم. اون نباید داند که من زنده هستم. به آنها زنگ زن و بگو که شرطنامه بسته شد. فهمو جناب. اگر خواهی که کسی را سخت عذاب دهی اول او را تبابت می کنی. کالتاکیلاس باید اول خود را آزاد و خوشبخت کند تا عذاب‌هایی را که به او میدهم در گور هم فراموش نکند. کی به توی هجوم کرده است؟ یکون چیز رو فهمیدی؟ نه از کجا دانم اونال چی میدانم انا؟ عقلم تماما نمیگیرد. وظیفه های داده بران را اجرا کنم زهرا ترکم میکنم. اگر اجرا نکنم بران زهرا را میکشم. این چه کار است من هیچ چیز را نمیفهمم. راستش رو گویم این بران از پس چی است من میدانم. از پس چی بوده است؟ از پس خزینه قدیم بیزانس. خزینه بیزانس گفتی؟ تو این را از کجا میدانی؟ این سیر دولتی است. غیر از این مکان خزینه را از روی این خریطه نیز من میدانم. مرا گوش کنید. خزینه رو من میابم و 3 تقسیم میکنیم. تو چی ها میگویی؟ دیوانه هستی؟ چی هستی؟ در اصل چند زیدگی میکنی؟ مانان را مگر خزینه تو هست؟ یا خدایا بران رو میکشیم خزینه رو میگیریم تمام. شوکت حاضر تو را گرفتن. حاضر سالی 2018 است. تو مگر راهزن هستی؟ بزند کی بران زنگ میزنن. مرحمت بگیر. لبای بران خواست به شما زنگ زده گویم که وظیفه‌تان به آخر رسید. اکنون شما آزاد هستید. یعنی چی خیر؟ نقشه های بران تغییر یافتند. از این پس خودش حل میکند. سلاحی که در آن ایزی انگشتانی تو بود بچه ها آن را در درون گلدان باغچه اتان گذاشتند. برادر شما مرا مسخره کرده ایستاده اید؟ شرطنامه‌ای که با شما بسته بودیم به پایان رسید. چی شد؟ چی گفتم کنیگو؟ نمک اینها رو بینکه واه ارزو را بیتا بازیبانی. اکای کن اون چی گفته بود؟ چی گفته بود؟ برای خاندار شدنتون باید عاشق شوی. این خیلی باشه در این دختر عاشق میشه. ما چی گفتی جوره؟ نشوی ما موسیو شایما زردش باشد حتما شروعی ما همین جا انتظار شوه. سلام پیستچه. چی پیستچه گفتی؟ ها پیستچه؟ سلطانم شاه دخترم محتابم دوست داشتم چی خیل هستی؟ اینها چی ها میگوین؟ به حق در اصل 21 زیباقیت مثل محتاب است. چهرت مثل آفتاب است. هستیت مثل آسمان است. یک سویسته چی خیلی انسانه دیوانه هست شما؟ آیسته زیبا رفیق من دیوانه نیست. عشقش رو با واسطه شعر بیان میکند. وقتی که چهره تو را دیدم روزم به شب شبم به روز تبدیل یافت. ایروید یک سو میگویم دیوانه هست شما؟ نه ما دیوانه نیستیم. ما هوشیاریم. با فکر شما ما روزی نیستیم. ما دو تشیری نرد خانه‌دار شدن میخوایم. انا شما خواهید اگر ما شما رو بگیریم خانه‌دار میشیم. هم خیلی چه خیلی خانه‌داری دیوانه هستید شما؟ مستم کردی
تو با چنین گفته های شیرینت تو رو با این شکل زیبای دیدم مفتون شدم. خاموش شوید، ما رو رها کنید. زبانت گیرد. دخترکو بسن خیلی نکنین، ما آدم خور نیستیم یکمش. یگون کس هست یاری دیه. اینجا چی گپ است؟ این خیلی نکنه دخترها. ای بس دخی، ای بس. حیوانه ها. در اینجا چی خبر است؟ ای گوش که تایلاق تا پرابلم نکن. ما باید قطعی دخترکو خانه دار شویم، فهمیدی؟ برادر آخر ما زنگیر هستیم، تو براحت رفتن گیر. خانومان این به عقل ها شما رو ناراحت میکنن؟ بله اینها دیوانه هستند. تو کی را به عقل گفته ایستاده ای آشنا؟ بزن شرینار بزن شاخی چیست دادی بزن خانومان شما میتوانید روید دیگر شما رو در این محله هیچ کس ناراحت نمیکند. تشکری زیاد دستتون درد نکند. این آدمو را خوابو نمک این چی خیزد؟ مشتی داملای دیونه در نزدی مشتی این مثل پخته است. ست مهره ششم شکست بخدا شکست. هر دوی تو بپا خیزید کارم به شما تمام نشده است. خیزید خیزید باز شتا میخوایی خیز روید گم شوید. بچه بسیم کجا میره؟ شما ایستید. هر دوی شما رو به قوای برق پیوست میکنم. برای عبرتی مردم شده یک هفته در آنجا گرسنه میمونید. یک هفته؟ از گرسنگی میمونیم اکا. گرسنگی را طرفمون یک هفته قوای برق بزند ششلیک بشه ششلیک. این رو پیش از اونی که به زن و دختری مردم گپ پرتافتید باید فکر میکردید. اکا ما هیچ کس گپ نپرتافتیم. ما خانه دار شدن میخواستیم. دل نیتی ما صوف است باور کن. ما خواستیم خانه دار شویم. بله اکا. دمونه بگرز که دمولای دیوانه اومد. دمولای دیوانه تو مرا شته بزن. نگذار که کسی دیگر مرا شته زنه. چی هست اینجا؟ پدر؟ پدر گفت؟ پدر نیست. در کجا باشد این سلاح؟ بایش رو بیم. اینجاست. پدر جون میدونین تو رو چقدر یاد کردن. بیا دستت رو ببوسم. پدر چی گپ است؟ پسرت من کمالم نشناختی؟ پسرم بودنت نو به سرت آمد ها؟ پاردوم خر 3 سال بود در محبس بودم. چه خیلی زود فراموش 3 کردی؟ سال نشود که به زیارتم نآمده ای لعنتی. تو چه خیلی پسر بوده ای؟ پدر در محبس محکم بودم من. چه خیلی زیارتت نکردم. در کجا محکم بودی؟ در محبس. برآمدی؟ بله پدر. پسرم پدر جون شرم کاش که پدری من هم زنده می بود. خزینه رو من میوبم ثروتمند میشوم. بانو رو از دستی کنان میگیرم. نقشه امین. از راسته سلاح رو باز پس دادند. آنها چی میخواسته باشند؟ به من چی اونال؟ خدا یا پروا ندارم. از این کار دلگیر شدیم. خدا را شکر. اوف شاید برون برای نقشش آدمی دیگری افته است. من چی میدانم؟ باید در حال از این سلاح جانم را خلاص کنم.
عقلا چی کار میکنم؟ یه جوره من مثل خدا در بین موندم. باید به من شناسنامه میدادن. من باشم به خارجه میرفتم. تو رو هم باید میکشتم. با من چی اونال؟ اینش را من فکر کنم. خودت چارش را یا تو یک مدت اینجا میمونه. نه جوره ما 2 نفر اینجا به زور میگونجیم برادر. اتداف شو. مایل حجت خونه خاله میتونه رو خور رو. بخیر. پدر این چی اون است؟ چرا چون این پوشیده ای؟ من بروسلیم. بروسلی حقیقی از راستی من. پدر؟ من استاد حقیقی ورزش نینجا هستم. با پدرم چی شده؟ پیش از با محبس رفتنم او دامولای مسجد بود کو. اکا تصویر غلط نکو. مرحمت. اکا با خدای کاریمون نیست. یگون کروش نکردیم موی. غیر از این ما او رو بسیار حرمت میکنیم. حتی بعضا اومده مرولت و کوب میکنن. تو به این درجه یعنی سفسطه رو بس کنید. از شما آخران بار میپرسم پدرم رو به این حال کی رساند؟ دامولازیا کیست؟ مردکه. خبرش در کجاست؟ شرف از آواز بلند الرژی دارد بهوش میشود. چه خیلی مشکلم را خودم حل میکردم. از پشت تو شده همسرم را از دست دادم. کارم را نیز از دست دادم. جنایتکار شدم. لعنتی همه چیزی که از حیاتم دزدیدی باز پس بدی. چی را باز پس بدی؟ اما تشکیلات خیریه؟ یا خدایا رفته چه کاری میخوایی بکن. کی تو را گفت که از پسی من بیایی نمی آمدی برادر؟ میروی ابله. همش رو اعتراف میکنی. تسلیم میشوی. کلت کلاس بودن رو اعتراف میکنی. همه جنایتایی که بردوش من است از سرم ساقط میکنی. من به سر کارم برمیگردم. نشود. باز یگان خواهش دیگر داری ها؟ تسلیم میشوی ابله. تسلیم میشوی. تمام بس تمام خاموش باش. به وظیفت برمیگردی یا خدایا. شرکت رفته یگان دستگاهی نوارگیری یافته بیار. کامیرا اوخیان؟ بله نوار میگیریم. دوربین یا همون کامیرایی که توی سیمون که میکنه؟ میشود. زود خسب. تو چی کار کردن میخوایی؟ تو خاموش باش. جونی من تو چقدر بی‌طالع بودی. در طفلیت مادرت رو از دست دادی. سالاست که پدرت رو یک بار هم ندیدی. اینها نمیرسید که باز بابای سخرات برآمد. خدایا التماس یاری هم دقیقاً پدرش رو ببین. کجا شد این بهار گفتنی زن؟ کجا شد؟ سومن از این همدی هم انا ببین در ترکیب شکل داره. کنی بگیر. کنی کشا. آفرین. بیا. جناب دختر کلتا کلاس را یافتید؟ در حال نزدی من آورید. حاضر می آورید. انا این خیلی فرو بر. بسیار خوب. آفرین. ایزا نکش. تارتی منه بگی بخیر. دهانتا کشا. کشو کنی؟ بگه از دخترم. آفرین به تو. بومزه است؟ لباتا تازه کنم. بیا دختره که تازه اکی من. نه کنی بینیم. باز تستر. دق 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 دق. چخل اسبی زیبا ها؟ سومن؟ چو؟ کنی اسپک تستر روید سومن رو ببارد. کنی بینیم. با دقت باشید. در نزدش یک آدم هست. اگر یگون مشکلی شود وای آدمی مهمی نیست. مهمش به دختر ضرر نرسد. فهمیدید؟ 3 2 1 خیلی مخوله چه دخترم. کنی بینم. آفرین به تو.
از ما چند شد؟ 570. خدا بگیرد به این لیپوپود برادر کپم از سوزوندی. رفتیم. سومن؟ سومن؟ خوش مامید. سومن دختر جان تو دیگر از نزدیک امکی پلیس دور نشو مایل است آخر گم میشه دخترم مایل شما کی پلیس اینجا بیا آفرین لبای الو جانو این اون دختر نبوده است. چه خیر اون نیست. بسیار مانند است ولی اون نیست. باری دیگر خطا کنی تو را میکشم کودک. تمام برادر. شد همش را به نوار گرفتید؟ 100%. تمام جناب اونال. بیگناه بودن شما را و همه گناهی بر دوش من بوده در این ویدیو هست گرفته برید. با کجایی که خواهید تسلیم کنید به سری وظیفتان برگردید. از پشت من دیگر نآیید. از برای خدا مرا رها کنید. بگیر شبکت. تشکر زیاد. دیگر از پیشم نبرا. این آخرین دیدار ما است. انشالله. ای بی عقل تو چیکار کردی همه گپ رو گفتی؟ شبکت آرام باش. از نوار هیچ چیز نمیبراید. خیلی چیز نمیبراید. همش رو اعتراف کردی کوخیر. ای آشنا من احمد شمشیکم. در نوار باشد کلتکل است. نوار فایده ای نمی کند. باور کن نفهمیدم که اینقدر بی عقل بودم. باید در سوی خیمیه نمیگریختم. به خدا حلالت بود. ای آهسته آرام باش. موی تنم خیز کل از در گپ ها. من چرا باز با اینجا اومدم؟ من با این آدم بسیار سر و کار گرفتم. احوالم بد شد. نه جانم همینش نمیرسید. چی علاقه دارد؟ من با اینجا برای شنیدن امر معروف اومدم. البته جانم تنها برای امر معروف. به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادران عزیز، اسلام دین رحمت و مهربانی است. جناب پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام برای عالمیان همچون رحمت فرستاده شد. جناب پیغمبرمان را یکی از حادثه های دردناک حیاتش حادثه طائف بود. پیغمبرمان چقدر صاحب مرحمت بودن را به ما می آموزد. محترم جماعت، حضرت پیغمبر در شرایط بسیار دشوار در همه گوشه های مکه
پیام و کلام خدا را رسانده و انسانها را به دین اسلام راه حق دعوت میکرد. اما اهل مکه ایمان نمی آورد. حضرت پیغمبر به ایمان آوردن یا نآوردن نگاه نکرده امر به دعوت شده بود و پیام خدا را نه تنها به اهل مکه بلکه به تمام اهل عالم رسانیدن وظیفه‌دار بود. جماعت عزیز، جناب پیغمبر برای اجرای این وظیفه به شهری که در نزدیکی مکه بود برای دعوت سفر کرد. جناب پیغمبر با خود پسرخواندش حضرت زید را گرفته با هم به راه برآمدند. بعد از راهی بسیار دراز و خسته کننده به شهر طایف رسیدند. حضرت پیغمبر در شهر طایف خانه به خانه گشته یک به یک پیام خدا را به آنها رسانید. آنها نیز مثل مشرک‌های مکه به جناب پیغمبر باور نکردند. جناب پیغمبر را تحقیر کرده گفتند که خداوند برای پیامش را رساندن هیچ کسی دیگر را نیافت که تو را فرستانده. پیغمبر را دشنام کردند. لعنتی‌ها. جناب پیغمبر و حضرت زید برای شهر را ترک کردن به راه برآمدند. اما منافقان دلسیاه و جاهلان و ظالمان جناب پیغمبر را در برآمدگاه شهر با سنگ‌ها منتظر بودند. جناب پیغمبر و حضرت زید چون از شهر می برآمدند، آن آدم‌های دلسیاه با دستان پر از سنگ اطراف جناب پیغمبر جمع شده با او دشنام و حقارت و سخن‌های قبیح گفتن را سر کردند. حضرت پیغمبر با آن انسان‌های جاهل نظری پراندوهی انداخت. در چهره همشان نفرت، در دهانشان سخن‌های قبیح بود. برای همین حادثه دردناک به وقوع آمد. پیغمبری که برای عالمیان همچو رحمت فرستاده شده است، برای دین خدا را با بندگانش رسانیدن، از طرف آن بنده ها سنگسار کرده شد. سنگ ها را به طرف پیغمبر و حضرت زید آنها می پرتافتند. حضرت زید در این حالت ناچار به داد و فغان آمد. چیزی که می خواست پیغمبر را محافظت کردن بود. آنها را التجا می کرد. التماس پیغمبر را نزنید، مرا زنید گفته برای حضرت پیغمبر سپر شد. اما سنگ ها مثل باران بالای سرشان می بارید. با تمام وجود جناب پیغمبر و حضرت زید از هر طرفشان به آنها می رسیدند. ولی حضرت زید خواطر از آن نبود که سنگ ها بر بدن خودی او می رسند، بلکه از پیغمبر خواطر بود. چون هر سنگی که به خود زید نمی رسید به بدن حضرت پیغمبر بر بدن مبارکش می رسید. حضرت پیغمبر و حضرت زید خونشار شدند. جناب پیغمبر از طرف آن نفرانی که به آنها نیکی کردن می خواست سنگ باران کرده شد. جناب پیغمبر به زمین افتیده در جای بودهش بالای بازوهایش نشسته و دستهایش را بالای سرش گذاشت. آن ظالم‌های بیرحم پیغمبرمان را مسخره کردند. از دستشان برداشته او را تمسخر کرده و باز دوباره سنگ باران کردند. لعنتی‌ها. کاش من آنجا می بودم که دست و پای آنها را شکسته پاره می کردم. پیغمبر آخر زمان، پیغمبر رحمت با شرافت ترین روی زمین تا آخری راه سنگ باران کرده شد. حضرت زید فکر کرد که پیغمبر اهل این شهر را نفرین و دعای بد کرده هلاک می سازد. اما جناب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیغمبر رحمت است. اهل طایف که او را سنگسار میکردند او آنها را فکر کرده اندوهگین میشد. از دهان مبارکشان حتی یک سخنی بد نسبت آنها نبرآمد. برعکس میترسید که خداوند مردم طایف را هلاک میسازد. جناب پیغمبر و حضرت زید از شهر کمی دورتر شدند. در یک کنار نشستند. همه جایشان خونالود و زخم شده بود. در آنجا کمی نشسته زخم‌ها و خونهایشان را با آب تمیز کردند و جناب پیغمبر
خسته در آنجا به نماز می ایستد و 2 رکعت نماز می خواند. در همین حالت با همه حشمتش حضرت جبرائیل علیه السلام می آید. جبرائیل با یک دعای بعد حضرت پیغمبر کوههای بلند طایف را چپه می کرد. با اجازت خدا آنها را هلاک می ساخت. اوه خوب شده حقشان بود. بین پیغمبر رو مگر زنگباران میکنن؟ به ایمانها رو ببینه. ولی پیغمبر رحمت با جای دعای بعد دعای نیک رو انتخاب کرد. انا این است مهربانی برادران. مردمی که یک انسان مبارک رو اینقدر دشنام و حقارت سنگسار کردند، دلش به آنها سوخت. نه گفت نه، من نمیخوام که آنها هلاک شوند، بلکه از نسل آنها فرزندهای با ایمان یکتاپرست خدای یگانه را ستایش کننده میخواهم دعا کرد. انا مهربانی این است برادران. اسلام دینی مرحمت است. جناب پیغمبر مجبور نشده با کسی نمی جنگید. حتی نسبت دشمنهایش مهربان بود و همیشه خوبی و زیبایی، درستی و نیکی را می جست. محترم جماعت، وظیفه ما باشد مردم را برای حق با حکمت با سخن خوب دعوت کرده و کسی که ایمان نآورد مناسبت خوب داشتن با او است. خداوند تعالی ما را نیز مثل پیغمبر مهربان شدن را نصیب گرداند انشاءالله. آمین. 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 خدا از شما راضی باشد. خدا از تو راضی باشد. برادر خزینه رو چیکار میکنیم؟ کدام خزینه را؟ اونال گفته بود که میگویم او رفته است، هر دویمان تنها موندیم. ها چی میگویی؟ شوکت تو بس کن خزینه گوییت را. من بعد از آنی که زهرا را از دستی هم دیگر کلانترین خزینه دنیا رو یابم چی میشود؟ تو به عقل یا دیوانه؟ خزینه را بیایم قلیاردر میشیم حیوان؟ شوکت آخرون بار به تو میگویم، فهمیدی؟ خزینه مزینه را فراموش کن. اگر از پس خزینه رفتی سرت را در بلا گرفتار کردی به من زنگ نزن. بالله قسم نمی آیم. دانسته باش. یه خدا بزنه تو باری رفیقم. اگر ما همون خزینه را نیابم تر خدا بزنه کلتکل است. محتاجی تو نیستم من. حیوان داره در رو میشه پبا. با نیای بگوی شوکت در 2 میلیون قرض بده. سلام علیکم همدیاران عزیز. سخن رو زیاد نمیکنیم. آید کینوفیلم هدایت و برنامه از دورهای دور و روبرو یک چیز رو برای شما گفتنی هستم. در جستجوی سامانه یوتیوب وقتی که وارد میشه در اونجا با زبان تاجیکی کرون فیلم بینید. وقتی که کرون فیلم بینید وارد میشه داخل کرون فیلم. در اینجا یک چند تا کرون فیلم است، چند تا سایت ها که این سایت ها با ما تعلق ندارد. همه اینها دروغ است. فقط بغیر انمی سایتی که انا گرده است، سرخ است و حرف ک نوشته است داخل همین کرون فیلم وارد میشود. خلاص گفت چی انا فیلم هایی که با ما تعلق دارد در همینجا شما میتوانید که ببینید. در سامانه کرون فیلم 50000 تدریس اگر شود هر هفته دو قسم فیلم هدایت را مختصر از ما برای شما پیشنهاد میکنیم. امری معروفی خوب کرد خیر نه؟ امری معروفی زیبا کردی. چشمن نرسد ماشاءالله دلی بختت کشاده شد. دهان درد رو نبیند اجری. خدا از شما راضی باشد رحمت. از تو هم. مرا گوش کن. لبیک. کنسرت رو تشکیل کردید پسرم؟ دایرکتری مکتب همراه شد بودیم در روزی گپ زده حتما میآید. باور کن مرا. اوه اکنون بانو را برای از خود کنی کم ماند. انشالله. خاندار میشه به جناب کنو؟ بله. شوا سلامت باشید. بچه ها دیدم میسوزن با اون دختره که با کنانی دیوانه خانه دار میشود. دختر این را درست طاقت میکنه در حال جدا میشود. پس در گپ زنکه جوهر دیوانه است. چپ و راستش رو نگاه نمیکنه. باز به سر ما یگان بلا رو نآوریم آخر. دیوانه ای حقیقی این محله آمد. دیوانه این محله دامولای عزیز. او رو بینید؟ بچه ها حاضر میبینید که چیکار میشود.
اما این دیوانه در اینجا چی کار میکند؟ نه چیزی رو اعلان کردنی است. چی رو اعلان میکند؟ اکا این چی رو اعلان میکند؟ اعلان کند حقوقهای دیوانه ها رو اعلان میکند. همینش برای ما نمیرسید. اگر این را هم کند دیوانه تپ تیار میشود. رومی های عزیزی من گوش کنید. بشد را نگاه کن. زود باش. من روشنی حقیقیم. همه شما را روشن میکنم. پدر چی کار کرده ایستاده ای؟ خلقم را مراجعه دارم. گوش کنید. بیا پدر قربانت شوم. بیا در خونه روشنی میاندازی. میگذار با مردم روشنی اندازم. التماس بیا رفتیم. رهایم کن میگویم. پدر رومی های عزیز. بیا شد رفتیم. رومی هایم. خونه میرویم. رفتیم. خدایا خدا شفات یاد. کمالی سیاه رحمت کنعانی دیوانه. بیا یک پیاله چای نوش. بیا پدر یک چای نوشی. بعدم به خونه میرویم. بیا. ای خلقی عزیزم. معمولا دیوانش نزهش شد. سلام علیکم جنابان. علیکم سلام. پدرم را به این حال گرفتار کردگی داملوزیا بوده است. او را میشناسید؟ بله. که؟ میشناسیم. چی شده است؟ او رحمتی شد پسرم. نام من کمال سیاه است. آدمی هستم که مرده را هم جزا میدهم. تو چی ها میگویی؟ دیوانه هستی پسرم؟ مرده را تنها خدا جزا میدهد. درست. این خیل باشد برادرش را جزا میدهم. برادری دوگانگش را؟ بله یک برادری دوگانگ داشته است. فهمیدم. اسکندری حقیقی منم. مرا خوب گوش کنید رومی های عزیز. بیا پدر جون. این اعلام آخر باید به اینها فهمانم روشنی اندازم. به خونه میرم. بچم لبای چی کار کرده ایستاده زیاد؟ چی کار کنم؟ در حمامم نگذاشته که دست و رویم را شویم. زود رسم روان کن. زود باش. توبه استغفرالله. بگیر. آها چقدر آدم بسیار بود است. باید برای پگان نقشه خوب کشم. میتوانم، البته میتوانم. از کلتکیرز چی کمی دارم؟ او تواند من نه. پگان میبینیم جنابان. Papi chulo. Papi chulo. Papi chulo. تو در اتاق من چیکار میکنی؟ اون الان اینجاست. اون الان میخپد. اون الان اینجاست. بدبخت خوشبرو تا ببرن اینجا. چی داد میزنی؟ کودک میترسه. سوما جان از نزد این آدمی بدبخت دور باش. سوما بیا دخترم اینجا بیا. سومان جان جانم به من نمیدهی؟ بگیره دبک جان. تشکر میکنم سومان جانم. سوما جان آستا قفا بیا که این آدم بسیار آدمی خطرناک است. بیا دخترم. حالا هم جواب ندادی؟ تو در اتاق من چی کار میکنی؟ شادی چپ بیا اون علی بدبخت در اینجاست. دستگیرش کنید. او را دستگیر کنید. بگیرید بره. کمیسر لوین جنایت هایی که بر دوش کمیسر اونال بود عفو شدند و به وظیفه‌اش برگشته است. شما خبر ندارید؟ سردارم
رفته چای بیار. گپ نیست سردارم. چای کبود؟ بله چای کبود. مالش. سمن جان دخترم بیا با تو در کرسی میشینه. کنی گذر. بسیار خوب. شوکت که به جستن خزینه کمر بست، بانو از او شد و دست و پای کنعان بشکست. زور گفتم ها. بچه ها تنجیه؟ این که اسرا شده اجازه ده؟ این شادمان دروازه خبر نداری؟ اینه و اینجا؟ بله. خورسندی میکنیم ها؟ در این کنسرت اکای کنعان با معلمه بانو تکلیف خانه‌دارشوی میکنه. بعد کنسرت توی میخوریم. توی رفتیم. پدر سومان رو یافتید؟ با دقت گوش کن سردارم. پدر سومان رو تنها یک نفر میشناسد سردارم. نامش رو هم نمیدوند. او رو بیند میشناسد. پدر این کودک رو یافتن لازم حتما. خیلی لوینت کنی نقل کن چی گپ خوش شد؟ هیچی نه سردارم. امی بودنش ما خوبه اینه که با نبودن با خوبتره. به خاطری که معاشتون ما میگرفتیم. خیلی چیکار کنیم؟ ها میدونی وای سخرات بدبخت بود کو با ما خبر اومد که وای نمرده. چیه؟ پیچینی. بخی کالتکیلاس این بار جانت را نه، بلکه از جانت هم قیمت‌تر را از تو میگیرم. لبی. در کجا هستی زیو؟ در کجا باشم؟ در مکتبم. خوب. در مکتب شما کنسرت شادمانی دروازه بوده است. من هم میآیم. یا خدای خوب. تمام بیا. خورسندی میکنیم همین خیلی؟ در حال نچسب زیو. آنجا منتظر من باش. خب تمام انتظار. بیا. جناب خانم. چی شد؟ یک خبری ناخوش دارم جناب خانم. متاسفانه شادمانی دروازه به کنسرت آمدن نمیتواند. چی؟ با کنسرت آمدن نمیتواند؟ ای وای! من چی کار میکنم؟ نمیدانم جناب کنان. در یک چهاربینی دولتی بند بود، اما گفت که با اکای کنان بگوید که در تویش آمده خدمت میکنه. چی خیل توی ها؟ چی خیل توی؟ من حالا با خانم بانو تکلیف خانه‌داری کردن نمیتوانم. چی کار بکنم ها؟ خانم بانو رو چی خیل تکلیف بکنم ها؟ اکای کنان در اصل من یک فکر عجایب دارم. دوبلیکت شادمانی دروازی رو میابیم، به صحنه میبرونیم، از پس فناگرام رو میگذاریم، رفتن میگیرد، هیچ کس نمیفهمه. ای خرید عقل، ما اینجا کینا با دوار میگیریم که دوبلیار میآورده؟ ها؟ به عقل. با کنسر وقتی کم مونده چی کار میکنم من؟ بانو رو چی خیل تکلیف خانه داری میکنم؟ جناب کنان در اصل یک راهش هست. کپاش دود کدگه. بزرگان گفتند که با پول بسیاری کارها را حل کردن می شود. شادمانشاه دروازی گفت که اکای کنان 10,000 سومانی بته یک هفته دراز دادی و علیشی را میگیره میام، هم کنسرش میگذارونیم، هم تویش هم آشی نهار شه. همین شاگردت گفته بود. دیدی نهایت یک نفری پیدا شدی که قدر من رو دانست. تو چی قدر داشتی؟ بخشش راست میگویدین؟ من باور کنید جناب کنان، بیهوده نگفتن که پول باشد جنگل به شوربا. من باوری کامل دارم که او میآید. شما به من فقط 10,000 سومانی دید، من رو با تمام گروه اندلبی درواز گرفته میبیارم. چی گفتی؟ بسیار خوب مدیر گوش کن، اگر این کار درست شود چیزی که از من خواهی میدیم. ما از شما منت داریم. بسیار خوب استاد شادمان بود 1200 سوم میام، 8800 سوم کار کردم شما. والله مرد هستی مدیر. تشکری زیاد جناب. بسیار خوبه. ها یک خانمان و جنابان، شما را با کنسرت ککای کنان تشکیل کرده از خیر و مقدم میگوییم. تماشاگران محترم، کنسرت امروز را حافظ خوش‌آواز، شادمانی دروازی و طلبه همین مکتب خانم سنم با سرودهای جذاب خود آغاز کرده آباد می‌گرداند.
گرامی اگر آماده باشد کنسرت خود را آغاز نمایید. با صحنه خانم سنم دعوت کرده می شود. مرحمت پذیرید. من از تو گرچی عزیزم ماه دل خونم ولی ممنونم خیلی ممنونم اگرچه کردی مرا غمدار و محزونم ولی ممنونم خیلی ممنونم گمراهی دنیایم تو کردی تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چطور مردی گمراهی دنیایم تو کردی تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چطور مردی بستم دل به تو بستم خانم دوستاره دستم بستم دل به تو بستم عهد و وفا را نشکستم بستم دل به تو بستم خانم دوستاره دستم بستم دل به تو بستم عهد و وفا را نشکستم اوه خوب که اومدیم. خوشحال شدم. چرا دخترها روی هجری رو گرفتن؟ یا اینکه اکای کنعان باز میخواهد که او رو خانه‌دار کند؟ با من چی؟ بگذار خانه‌دار شود، از او جانم خلاص شود. یا خدایا با من چی؟ در حال باید که از اونها خانه‌دار شود، من هم از او جانم خلاص می شود. چشمانی همش رو میکوبم. به شرما چه خیلی هجری رو گیر کرده صحبت دارن. یا خدایم چی ها گفته ایستادم منه؟ خیر من با اجازه شما به نزد استادم روم. مرد با سلام ترکم اینجا بوده است. حالا هم از پشت هجری میدویده است. میدویده جونم. هجری رو از این خوشش نامده است. استاد هجری یک سوال دارم، سرم رو گران کرد، برای پرسیدن آمدم. سوال؟ چه خیلی سوال هجری؟ استاد وای لبای هجری وای استاد پسرم سوال دارم گفتی چرا خاموشی؟ جایزه است استاد؟ چی جایزه است پسرم؟ وای استاد حاضر وای شد استاد سوال ما فراموش کردم. یا خدایا این خیلی کارها می شود هجری، بسیار فکرشان نکن، که یکی به یادت آمده میپرسی. بخشش استاد، سوالم سوالی زور بود نیکیم. نه مشکلی نیست، این خیلی می شود. توبه استغفرالله سوال رو چه خیلی فراموش کردم. سازی کردم با خدا هیچ چیز رو نفهمیدم. همش از پس شما شد. بله حاضرین گرامی، اکنون نوبت استاد بزرگ صنعت تاجیک بلبله که با آواز خود تمام جهان را بر عرض آورده است، شاهبان دروازه را پذیرا باشد. درونی خانه ماهی یگانه، درونی خانه ماهی یگانه، رویش را دیدم شیرین جان با صد بهانه، رویش را دیدم شیرین جان با صد بهانه.
زمانه هلالی زمزمت میلش بمانه بین چی خیل شد گیری داشت رو با رنگ خاکی رنگ کردم زیبا شد ها؟ بسیار زیبا شد این چی هست نمک پلیس؟ چیز کنی بینم؟ ها این وای از دخترم این کارت کلاس است کارت کلاس چی خیلی راه میگرده نمک پلیس؟ کارت کلاس رو چی خیلی راه میروند؟ بسیار دیگرگون راه میگردن کارت کلاس رو زمین رو شکیده راه میروند بین مثلا من کارت کلاسم اینا با کارت کلاسم میغلم نگاه کن در اینجا پاشا بود است با این طرف ها معقول شد کارت کلاس ها بابا این بیچاره سخرات بوده است باباش آدم خوب نیست انشالله پدرش آدم خوب میبرد و خوشبخت میشود بیا برادر احمد شمشک رنگ کنیم تمام اون رو چی خیلی رنگ کنیم رنگی سبز آفرین چی شده است خدایا از پشت این آدم شده در نزد همه شرمنده شدم دیوانه میشم خیره خدایا با من چی شد سوال رو چی خیلی فراموش کردم توبه خدایا مرا ببخش سنم تو چی کار میکنی؟ باز از پس هجری دویده ایستاده ای؟ بهودگویی نکن زهرا چرا از پشتی اون میدویدم؟ سنم اکنو قبول کن لطفا تو هجری را دوست میداری؟ خیلی یک معزین رو من دوست میداشتم بار دیگر چونی گپ‌ها رو گوی دشنام قبول میکنم زهرا جان آگاه باش چی میشود اگر معزین باشد؟ دوست داشته من هم معلم دین است خر با یک دیگرتون میزیبید چی گفتن میخواهی؟ یعنی تو با یک معلم دین خاندار شوی مجبور نیستی که مرا نیز با یک معزین لایق بدانی زهرا جان این دختر رو بین مثلی که من از پشت معزین شب روز میدویده باشم چرا میدویدم؟ دروغ است نمیدوی مگر نمیدوم جانم بین هم اگر از پس هجری دوی او گشته به تو نگاه نمیکند نگاه نمیکند؟ چی خیلی نگاه نمیکند؟ همین خیلی نگاه نمیکند شرط میکنیم میکنیم اگر رفت تو به من عاشق شود آن زمان تو چی کار میکنی؟ هجری به تو عاشق میشده است آهای سنم مرا نخندان چی شد؟ از شر دست کشیدی چی؟ چرا دست میکشیدم به این همان گفته بودم احتمالا مغلوب میشوی همین خیلی جونم تمام تو اگر هجری رو عاشق خود کنی من در کوچه برآمدن مثل خر هنگ میزنم میلش تمام اگر هجری رو عاشق خود کردن نتوانی در آن وقت تو مثل خرهنگ خواهی زد میشود؟ تمام روزیم در یک هفته هجری رو عاشق میکنم تو رو به کوچه برای هنگ زدن روان میکنم زهرا جان من به تو 2 هفته نه 3 هفته یک ماه وقت میدهم سنم جان اما نمیتوانی به هنگ زدن آماده شو تمام من روزی آنقدر هنگ خواهی زد که خواهم دید که کی هنگ میزند مایلش میبینیم خواهم دید حاضر این شرط رو ثبت میکنیم فهمون؟ فهمون تشکر زیاد دوستان عزیز و مهمانان عالی قدر اینجا در حضور شما از همه آدمی پرارزش کسی که روح و قلبم را روشنی انداخت برای او بسیار یک تکلیف مهمی کردن میخواهم
بانو خانوم بمبا دای سومکه بمبا بگیره زکی میکفا بچه ها زودتر برای خانم بانو خانوم خدایا این خودش چی گپ است من به بانو نمیرسم مگر قورباغه کلان شود در بطلاق حیوان شود. اوف من زیق شدم ماما که پلیس بیا با باغچه رویم. اما سومان جان شیرینک شب شد همه با خانه چون رفت همی خیلی غیر از این تو در آنجا خونوگ میخوری؟ خونوگ نمیخورم لباس گرم میپوشم. این خیل باشد با باغچه میرویم. کنی بیا با باغچه میرویم. سومان با باغچه رفتن میخواد. بردارم بولو بردارم ها خستیم بیا جناب یکی از آدم‌هایمان دختری کلتکلس را یافته است در یک باغچه کودکانه بوده است. در حال میرویم جناب. با این бомба канонро ҷудо карда наметавонам. барои он ки бонуро аз дасти ӯ гирам бояд сарватманд бошам. хайр барои сарватманд шудан ягона роҳ харида аст. бе ин ҳам нақшаи хуб кашидам. ин хел бошад. ё аллоҳ پیش پایم رو ببینم خوبتر می شود. این چه حال است برادر؟ میدونستم که همه خیل می شود. تسلیم شو. بچه سوزی آنها زورکو ایشان سری فرزن رفت. این خر خوردگی خمازمونه. бахшиш зиёд бародаро клиарда биёвум ягон чӣ метунтонам.
ای بچه ای سیفو رو محکم کرده بیان کو؟ چیو محکم کرده باشن؟ ای بچه اولی به ما دایکم ای پدرها داره محکم کرده لبای چی؟ در خزینه آدمان دیگر سیارند؟ دیوانند اینها. یا خدایا نه به دام افتادیم کو در قفس محکم شدم چیکار کنم کنی با کلیس یک زنگ زنم مجبورم شوکت بوده است. لبای برادر یک چیز میگویم التماس جنگ نکن میلش من در یک جا محکم شدم بیا التماس مرا خلاص کن چی ها میگویی؟ چی خیل خلاص کنم؟ برادر گپ رو دراز نکن نمیفهمی بیا مرا خلاص کن آخی لعنتی از پسی همون خزینه رفته به سرت بلا آوردی ها؟ تو رو با این کاری کرده مرا ببخش شوکت از زهرا جدا شدن نمیخواهم به هیچ کجا نمیآیم خودت چاره خودت رو یاب ای تو چی خیل برادری با پلیس زنگ زدن مرا محکم میکنن اوف خری شوکت من تو رو در کجایی زود گپ زن سراغه رو میفرستم از این سراغه مرا میابی در آشانه پایان میپرسی اتاق سیفا رو به تو نشان میدهند تمام محافظ رو پرس او تو رو میاره لعنتی خدا تو رو لعنت کند انا شیرینک انا جانکی من دستر آمکی پولیس دستر حالا مرا مالوتی من چقدر راه ماند؟ کم ماند جناب کم ماند خدا این کار رو ببین زلفتا پرپر کردی او برادر بیا چه خود کنم ایستا خدا تو را جزا ندهد این چه احوال است برادر با خدا با دست خودم دوختم یک تای دیگه برای تو را بدوزم شو پیش در دوزنده با کجا میروی این خیلی نمیشود اول این سیف رو میکشویی خریطه رو میگیریم بعدا میرویم بس کن این گپا را خریطه را شکار میکنه زود باش پیش درا برادر مرا نفهمیدی ها بانو رو از دست کنعان دیوانه خلاص کردن لازم اون خریطه رو از اینجا میگیریم شوکت با خدا خریطه رو نگیریم من اینجا یگون جو نمیرم لعنتی یا خدایا حاضر تو را با این خریطه ات کنعانی دیوانت بانویت به یک جا میفرستم اوف شوکت من به تو دیگر چی گویم همه گپ را گفتم دیگر هیچ گپ هم نماند نگفته باز کی باشد نه بگیر تو نمیرسیدی کیه ینگه لبای در کجا استودیو من در کجایم با موزه این پلانیتیان ها آمدم خوب رسمش رو روان کن تمام حاضر در موزه چی کار میکنه خدا آدم ایزن کلانی نگه داره بیا نقابت را ساز پوش رسم میگیریم چه رسم؟ نقابت را پایان کن رسم میگیریم پوش نقابت را تا سیفه نکشه به خدا یکان رسم پس نیسته برای تو شوکت لعنتی میکشویی؟ میکشایم بچه تیزش که؟ تمام شی؟ تمام بیا از من خدمت خشر کن بس است بس هم میگوی
شبی خوش. лутфан гузаред. Шуморо ба назди сейф даъват мекунам, ҷаноби Калтакелас. $3 миллион шаметум Такелас. خاموش. акуя тараф рест. بهتر آزاد باش میرویم. خدا گیرد تو بر این عاشق را. میره یا برم؟ بلازنه رفته ابراگا. بیرحقلی چی تو میزنی؟ به این طرف. این طرف بیا. خودم دیده استم کور نیستم. از تیریزه میبرایی. فرق نداره. زودتر خودت را پرتاب. خودت را پرتاب. چه بیوخیو؟ بچه ها همتون درون را نظارت کنید. من اطراف را میبینم. برادر تو راه را نشان ده. زود باشد زود باشد. کلاس تیز کرد؟ ایستد. ایستد گفتم. دستا بالا. اینجا بیا. بیا اینجا بیا. مرا نگاه کنید. شما کی هستید؟ شکری خدا که اونال بوده. آدم خدمای بیگانه نیست. ای بس آخیر تو مرا نشناختی؟ همکاری؟ همکار؟ کالتاکلسی؟ خدا را شکر. گفتی که دیگر از پست نمیدوام کو؟ آخر تو کالتاکلس باشی این کی است؟ بابا چما هم بیگانه نیستیم شناسیم. شناس؟ با فکر تو کیست؟ خودی است؟ دیقه کمیسر سازی لغزی تنجی. دوستم تو چی خیل هستی؟ شکل خدا تنجی مردیم قطعی مردکا گشتیستیم. از راستی مرد شده. دوستم در روز اولی کاریم مجبور هستی که روبرویم برایی؟ چی کار کنم اونال؟ مهرت میکشد مرا. این دیوانه چرا این خیل پوشیده است؟ در سر این خربچه تربوز را جای کردی. در خانه گفتی خزینه است. انا بین بچه حال گرفتار شد. سری مرا نیز در بلا میگذارد. دیگر هیچ چیز. شد تمام روید گریزه. من شما را ندیدم. دویم بار بینم دستگیر میکنم. تمام خیر تو باز دید. پیش دارم میرم. ای کالتاکلس اینجا بیا. گپ است. باز چی میگویی؟ گپ است میگویم. باران مرده است. مرده؟ چی شد؟ بسیار زیغ شدی. خیشت بود. اگر ما میمردیم اینقدر زیغ نمیشد. ای توبه استغفرالله. خیر سقراط او را کشته است. سقراط گفتی؟ اوها. سقراط چی خیل میکشته است؟ من اون بیشرف رو کفانیدم که ها باز مرده است. نمرده بوده است بیشرف. توی مرا نیز همون بیشرف ویران کردن؟ تو بازدید سومن انا اولونچه کمک پلیس. با اولونچه شیشتن میخوی. رو دخترم رو. ایست دخترم. بیا شیرینم. پوفک خریدم مک پلیس. تو پوفک میخوایی؟ شد دخترم. من حاضر رفته باره تو پوفک میگیرم. پوفک فروش. دخترانم اونجاست جناب. در آلمانچک بازی دارد. بسم
من اتفاقی درازک بگیرم. تمام. رفته دخترچه رو بیارید.